سلام، اصغری هستم. به کانال من خوش اومدید. ویدئویی که مشاهده میکنید یه ویدئوی آموزشی نیست، بلکه بخشهایی از کلاس درس من هست در دانشگاه. بنابراین ما ویدئوهای آموزشی فرق میکنه. توی این کلاس درس برنامه‌سازی پیشرفته با زبان C++ تدریس میشه و برخی از قسمت‌های کلاس ضبط شده. بنابراین خب یه جاهایی ممکنه برش‌هایی رو ببینید و برخی مواقع هم چون من از لپتاپم فاصله میگیرم ممکنه که کیفیت صدا پایین‌تر باشه. پیشا پیش عذرخواهی میکنم بابت این قضیه. سعی میکنم که در آینده یه جوری ضبط کنم که کیفیت صدا بهتر هم بشه. امیدوارم که برای کسایی که تازه میخوان برنامه‌نویسی رو یاد بگیرن مفید باشه. توی این درس من بیشتر تمرکزم روی مفاهیم برنامه‌نویسی هست تا آموزش زبان C++. امیدوارم که براتون مفید باشه. امروز میشه جلسه 10. ما یه برنامه هفته گذشته نوشتیم، برنامه که نبود، یه کلاس نوشتیم به نام متن و حالا میخوایم همونو ادامه بدیم. توی این کلاس گفته بودیم که میخوایم خب بشینیم بعدا من بهتون بعدا یادم بیاره، من یادم نره خودم.
توی این کلاس ما یه سری سرویس هایی رو ارائه دادیم برای اینکه بخواد محاسبات ریاضی رو برامون انجام بده. 3 تاشو نوشتیم، بقیه‌شو گذاشتیم گفتیم بعداً انجام میدیم که الان بخوایم بقیه رو انجامش بدیم. توان، فاکتوریل و قدر مطلق، این 3 تا تابع رو نوشتیم. البته برنامه هم ننوشتیم که اینو بخوایم تست بکنیم که چطوری کار میکنه. خب امروز برنامه هم می‌نویسیم، اینها رو هم تست خواهیم کرد. به این صورت هم بود که یه سری سوال مطرح کردیم که این لیبل ها هم برای این بوده که بگیم کدوم قسمت جواب کدوم سوال هست. یه سوالش این بود که به این کلاس بدنه تابع ابسولوت رو بنویسید، یکی بدنه تابع پاور رو بنویسید، یکیش بدنه تابع فاکتوریل. حالا میخوایم این کار رو بکنیم. سوالمون اینه، مسئله‌مون اون کلاس ادامه خواهیم داد ولی یه مسئله کلی اول مطرح میکنیم که از دل مسئله چند تا زیر مسئله در میاد که هر کدومش میتونه به صورت یه تابعی در این کلاس نوشته بشه. مسئله ما چیه؟ مسئله ما اینه که میخوایم یک برنامه‌ای بنویسیم که اعداد اول از 1 تا n رو در خروجی نمایش بده. این صورت مسئله دقیقا همینه. برنامه‌ای بنویسید که اعداد اول از 1 تا n رو در خروجی نشون بده. خب تو صورت مسئله نگفتی که اینو از کجا بیاریم، منتها گفتی یه برنامه باید بنویسیم، نگفته تابع بنویسید. اگه تابع بود میگفتیم خب اینو اصلا ما به صورت پارامتر دریافت میکنیم. حالا که برنامه است اینو از کجا بیاریم؟ از کاربر باید بگیریم. پس لازم نیست حتما تو صورت مسئله گفته باشه که این رو از کاربر بگیرید. هر چیزی که مجهوله ما باید از فراخواننده یا اجرا کننده برنامه‌مون بگیریم. اگر تابع باشه اجرا کنندش میشه یه برنامه دیگه که باید به صورت پارامتر دریافت بشه. اگر برنامه قرار بنویسیم که باید از کاربر دریافت کنیم. اگه بخوایم این مسئله رو بشکنیم به مسئله های کوچکتر، ما باید اول اعداد از 1 تا n رو تولید کنیم. پس ما این رو میتونیم به 2 تا زیر مسئله بشکنیم. یکی این که تولید اعداد 1 تا n و یکی هم تشخیص اول بودن یک عدد. اعداد 1 تا n رو که تولید میکنیم هر کدومش رو یکی یکی، حالا این مسئله رو برش داریم که چطوری بخوایم تشخیص بدیم که این اول هست یا نه. اگر اول بود در خروجی نشون میدیم، اگر نه در خروجی نشونش نمیدیم، میریم سراغ عدد بعدی. خب تولید اعداد 1 تا n کار سختی نیست، لازم نیست ما برش یه تابع بنویسیم یا خیلی بهش فکر بکنیم. یه حلقه میذاریم که عدد 1 تا n رو تولید میکنه. اما تشخیص اول بودن میتونه یه فرایندی باشه که در یک تابع جداگانه نوشته بشه. چرا که شاید اصلا ما غیر از این برنامه در جای دیگه ای هم لازم باشه یه عددی رو از کاربر گرفتیم یا از هر طریق دیگه ای
به دست آوردیم میخوایم ببینیم آیا اول هست یا نه، بتونیم بدیم به یه چنین تابعی که تشخیص بدیم که اول هست یا نیست. پس اینو به صورت تابع بنویسیم، میتونه خیلی جای دیگه هم به دردمون بخوره غیر از همین برنامه. حالا اول بودن چطوری میشه تشخیص داد؟ اگه بخوام تشخیص بدم یه عدد اول هست یا نه، اولین قدم اینه که اصلا من خودم بتونم این کار رو انجام بدم و این مسئله رو حل بکنم. تا وقتی خودم بلد نباشم راه حل مسئله چی هست، نمیتونم براش برنامه بنویسم. باید اول بدونم که عدد اول یعنی چی. فقط بر خودش و بر یک بخش پذیره. خب من برای اینکه بخوام تشخیص بدم یه عدد اول هست یا نه، باید ببینم آیا بر خودش و یک غیر از خودش و یک بر عدد دیگه بخش پذیر هست یا نیست. چه کار میتونیم بکنیم؟ باید مقسوم علیه های عدد رو پیدا کنیم، چون بخش پذیری یعنی همین. هر عدد بر عددهای بخش پذیری که مقسوم علیه هاش باشن. خب مقسوم علیه ها رو بخوام پیدا بکنم، این خودش میشه یک مسئله. پس من برای تشخیص اول بودن باید مقسوم علیه های عدد رو پیدا کنم. اگه من مقسوم علیه های یه عدد رو پیدا کردم، بعد بخوام بشمارم و بررسی بکنم تعداد مقسوم علیه ها رو، میتونم تشخیص بدم که این عدد اول هست یا نیست. اگر دو تا مقسوم علیه داشته باشه اوله، اگر بیشتر از دو تا داشته باشه اول نیست، یا اگر غیر از اون باشه. پس عدد اول فقط عددی که دو تا مقسوم علیه داشته باشه. برای پیدا کردن مقسوم علیه های عدد چی کار میتونم بکنیم؟ این بررسی فقط یه شرطه. اگر اون تعداد برابر 2 بود اول است، اگر نبود نیست. ولی خب برای پیدا کردن مقسوم علیه های عدد، مقسوم علیه میشه مثلا فرض بکنید که من به این یه A بدم، بعد میخوام ببینم که مقسوم علیه های A چی هستند. چطوری میتونم؟ مقسوم علیه های 12 کدومان؟ 2 3 4 6 و یک هم هست. دیگه نیست. مطمئنین؟ چطوری به دست میارین اینو؟ حفظین؟ 156 یک هست. اولی 156 هم هست. 4 هم هست. مطمئنی؟ حالا غیر از این که حالا میشه مثلا گفت روش کنکوریه تستیه که سریع بخوای پیدا بکنی، غیر از این چه باید دیگه ای هست؟ راه اصلی. حالا اینو مثلا نداشته باشی، یعنی آیا 156 بر 18 بخش پذیر هست؟ بر 15 چی؟ بر 33 اونا دیگه اینطوری نمیتونی حساب بکنی. چیکار باید بکنی؟ اصلش اینه دیگه.
اصلش اینه دیگه، اصلش اینه که باقی مونده‌شو پیدا بکنیم. و مسئله اینه که مقسوم علیه های هر عدد حتما از اون عدد کوچکترن. پس من باید از 1 تا خود اون عدد بگردم دنبال این که مقسوم علیه هاشو پیدا کنم. پس اینجا 2 تا مسئله دارم. 1 تولید اعداد 1 تا A و یکی دیگه بررسی بخش پذیری. اینا دیگه با دستورات ساده میشه نوشید. بررسی بخش پذیری رو مثل همون تابعی که ما برای بررسی مثبت بودن یک عدد نوشتیم میتونیم براش یه تابع بنویسیم، ولی خب یه شرطه، فقط یه تقسیم بر 2 ساده و یه شرطی که بررسی میکنیم و یه دستور ساده است، احتیاج نیست براش یه تابع بنویسیم. تولید اعداد 1 تا n هم یه حلقه است، اونم احتیاج نیست که براش بریم دنبال تابع. هرچند کل این مجموعه رو هم میشه توی چند تا دستور کوتاه نوشت، ولی خب حالا ما به هر حال شکوندیمش به زیر مسئله ها. حتی اگر مسئله برامون ساده هم باشه میتونیم بشکنیمش به زیر مسئله هایی که بخوایم حلش بکنیم. میشه همون تاپ داون اپروچی که گفتیم. و حالا میخوایم از پایین به بالا پیاده سازی رو انجام بدیم با تمام. اول میریم سراغ مقسوم علیه ها. توی اینها اگه یادتون باشه من هفته گذشته صورت مسئله برای کلاس مس نوشتم، گفتم میخوایم سرویس هایی که ارائه بکنیم علاوه بر توان و فاکتوریال و قدر مطلق، یکیش پیدا کردن مقسوم علیه های عدد بود، یکیش تشخیص اول بودن بود، بعد دیگه بقیه سینوس و کوسینوس و اینا که اونا بمونه بعدا. خب پس ما اینجا داریم میبینیم 2 تا از اون موارد رو اینجا داریم. اینو یه تابع می‌نویسیم براش و این یکی رو هم به صورت یک تابع می‌نویسیم. اول تشخیص مقسوم علیه های عدد. خب ما تعداد مقسوم علیه های عدد رو احتیاج داریم. اگه بخوایم مجموعه مقسوم علیه های عدد رو پیدا کنیم و براش تابع بنویسیم، احتیاج به ابزاری داریم که هنوز نگفتیم. حتما باید آرایه داشته باشیم و از آرایه استفاده کنیم و ما خب آرایه رو هنوز نگفتیم. اینو میذاریم بعد از اینکه آرایه رو گفتیم و بعدش انشاءالله هفته بعد این کارو میکنیم که برمیگردیم سراغ همین و اینو تا برای تشخیص تغییرش میدیم به این صورت که بخواد مجموعه مقسوم علیه ها رو بگیم، یا یکی تابع دیگه ای می‌نویسیم که مجموعه مقسوم علیه ها رو پیدا بکنه. اما اینجا الان تابعی خواهیم نوشت که تعداد مقسوم علیه های عدد رو پیدا کنه و بشماره. پس مسئله اینه که تابعی به کلاس مس اضافه کنید که تعداد مقسوم علیه های یک عدد رو بشماره. این میشه مسئله A، یکی میشه مسئله B. مسئله A میگه تابعی به کلاس مس اضافه کنید که تعداد مقسوم علیه های یک عدد رو پیدا کنه
و مسئله B میگه تابعی به کلاس مت اضافه کنید که تشخیص بده یک عدد اول هست یا نه، یا بررسی بکنه یک عدد اول هست یا نه. حالا بریم توی کد نویسی. این دوتا رو اضافه میکنیم، بعد میریم سراغ نوشتن یه برنامه‌ای که برای تست این باشه. خب به کلاس رو حتما ذیل اون مسئله باید داده باشم، کلاس رو نوشته باشم، بعد بگم شما به این اضافه کنید. شما میخواید اضافه بکنید حتما یه بخشی از این مسئله این میشه که پیش تعریف تابع رو تو بدنه کلاس بنویسید. یه بخش دیگهش میشه بدنه خود تابع که بیرون از کلاس نوشته میشه و هر دوتاش رو باید حواستون باشه بنویسید. اینجا میشه برای A که اسمش هم بذاریم تعداد مقسوم علیه های یک عدد رو میخواد پیدا کنه. پارامتر مسلما میخواد دیگه، خود همون عددی که میخواد مقسوم علیه هاشو پیدا کنه رو باید به عنوان پارامتر دریافت بکنه و نوعش چی باید بشه؟ چرا؟ چی هست اصلا؟ جوابی که به دست میاره چیه؟ تعداد مقسوم علیه هاست. پس تعداد هم میشه اینتجر. پس این اینتجر هم باید برگردونه. خب اینجا اینتجر، اسم کلاس، دو نقطه، اسم تابع و پارامتر. چطوری باید مقسوم علیه ها رو پیدا بکنیم؟ شاید اصلا اینو نتونیم بنویسیم چیزی، ولی این یه تیکه رو حتما باید بتونید بنویسید. مطمئنا کسی که اینو ننویسه میفته. معنیش این نیست که اگه یکی این همینو فقط بنویسه 100% قبول میشه. در اینجا ما لازم هست که اعداد 1 تا A رو تولید کنیم. بعد از اون طرف هم یه بررسی داریم برای بخش پذیری. پس من حتما اینجا یه فور دارم و یه ایف. ایف حتما جلوش یه پرانتز هست، فورم یه پرانتز داره با 2 تا سمیکالون داخلش. خب من با فور باید چیکار کنم؟ اعداد از 1 تا A رو تولید کنم. خب تولید اعداد از 1 تا A، I برابر با 1 تا A I پلاس پلاس. اوکی؟ حالا هر کدوم از این اعداد از 1 تا A رو باید چک کنیم که آیا بر A بخش پذیر هستند یا نه. چطوری می‌نویسیم؟ اگر بگیم اگر اون I بر A بخش پذیر بود، اون موقع حالا کاری که می‌خوایم انجام بدیم، اونو بعداً بهش فکر می‌کنیم.
اگر آی درصد A خب مساوی اگه مساوی صفر بود یعنی بخش پذیره. اگر اینطور بود چیکار میکنیم؟ خب یه دونه مقسوم علیه پیدا کردیم، پس باید یکی به تعداد مقسوم علیه ها اضافه کنیم. میتونیم مثلا یه n داشته باشیم که یه دونه بهش اضافه میکنیم به تعداد مقسوم علیه ها. یه متغیر n داریم که تعداد مقسوم علیه ها رو تو اون نگه میداریم، پس آخر کار حتما n رو برمیگردونیم به عنوان جواب. هر بار یه مقسوم علیه پیدا کردیم یه دونه به n اضافه میکنیم، n هم اولش صفر میذاریم که تعداد درستی به دست بیاره. حالا فقط میمونه معرفی متغیر خواه. یه آی دارم و n. A هم که به صورت پارامتر تعریف شده. درسته؟ اگر موافق باشید به هم برنامه بنویسم براش. من یه برنامه می نویسم ولی قبل از اجرا دوباره برمیگردم همینجا. سیو کنیم. P1 math.cpp. دوازده رو بهش میدم. خب قبل از اینکه بخوام اجراش بکنم این آخرش هم یه ریترن صفر رو بذارم. قبل از اینکه اجرا بکنم میام اینجا و دوباره همین تابعی که نوشتیم رو بهتون نشون میدم. یه بار با دقت نگاه کنید ببینید اشکالی پیدا میکنید یا نه. بعد از اینجا که نباید سیمیکالون بذاره. منظور هم اینجا بود. اینجا سیمیکالون احتیاج نداره. داخل فور آیا رو مساوی صفر نباید بذاریم؟ اینجا چون وگرنه کوچیک‌تر مساوی ای باید باشه. آیا دیگه درسته؟
چرا از صفر شروع کنیم؟ ما تو تحلیل مسئله‌مون گفتیم تولید اعداد اینجا از 1 تا A. خب A پس اونجا باید مساوی بذاریم دیگه. خب پس این یه اشکال منطقی بازم هست. این باید مساوی باشه چون خود A رو هم باید چک کنیم دیگه. اگه نمیذاشتیم حتما یه دونه کمتر میشد تعداد مقسوم علیه‌اش. درست در نمی آورد. خود عدد رو حساب نمی‌کرد. یک رو که گذاشتیم. خب بازم اشکال دیگه ای هم هست. میخواید اجرا بکنم شاید کمک کنه بهتون. اجرا اینجا یه چیز اشتباه نوشتم. من اینجا باید کوتیشن بذارم. میدونید فرقش چیه؟ این که کوتیشن میذاریم یا اون علامت‌های کوچکتر بزرگتر رو. علامت‌های کوچکتر بزرگتر رو وقتی میذاریم یعنی داریم از فایل‌های هدری که مال خود سیستم هستن همراه کامپایلرن استفاده میکنیم که میره تو مسیر پیشفرض خود کامپایلر، مسیری که فایل‌های هدر رو به صورت پیشفرض اونجا ذخیره کرده از اونجا میگرده دنبالش. وقتی که کوتیشن میذارم یعنی میخوام خودم بهش مسیر بدم و میتونم اینجا مسیر کامل بنویسم C2 نقطه بک اسلش مثلا اگه تو درایو C باشه یا مثلا تو درایو E باشه E2 نقطه بک اسلش اسم فولدر رو اینا تا اینکه برسم به اسم فایل. اگر فقط اسم فایل رو بنویسم و اسم و آدرس کامل ندم بهش مثل همین حالتی که الان میبینید معنیش اینه که این فایل رو تو همون مسیری جستجو کن که برنامه اصلی اونجا هست. من برنامه‌ای که الان جلوم هست رو کجا ذخیره کردم؟ اون فایلم باید همونجا تو همون مسیر ذخیره کرده باشم که بدون آدرس بهش بخوام لینکی بدمش. باید حتما آدرس بدم. حتما آدرس باید بدم. برداشته رو بیرون رفتن اون مبرکس نشده. بیرون؟ نه دیگه شما مسیر کامل بهش میدید. آره. اگر خب بخواید که توی یه فولدری در همین شاخه بخواید اینو ذخیره بکنید اگر اینجا یه فولدر داشته باشیم و توی این فولدر حالا من 2 تا W نوشتم این math.h بذارم توی این فولدر اون موقع باید اینجا بنویسم اسم اون فولدر بنویسم و اسلش رو اسم فایل ولی خب مسیر کامل لازم نیست از همینجا. اگه تو شاخه قبلی باشه میتونم از 2 نقطه استفاده کنم که برو تو شاخه بالاتر، یعنی همون دستورات علائمی که توی خط فرمان هم برای حرکت بین فولدرها استفاده میکنیم. حالا اجرا 1 12 فقط یه دونه مقسوم علیه داره 2 تا هم نه. حالا ببین اشکال چیه. فکر میکنم اگر تریس هم بکنید احتمالاً متوجه نمیشید چون خیلی ریزه این قضیه. احتمالاً وقتی دارید تریس میکنید و میرسید به خط 17 خط 18 میرسید به خط 18 if میگه خب این میگه اگر آی
بر A بخش پذیر هست. معنیش اینه دیگه. داری چی کاری انجام میدی که بخش پذیر رو بررسی میکنید؟ درصد چی کار میکنن؟ بخش پذیر رو چک نمیکنن، بلکه باقی مانده تقسیم رو به دست میارن. باقی مانده تقسیم آی بر A اگر صفر بود، خب باقی مانده تقسیم 1 بر 12 چند میشه؟ 1 رو بر 12 تقسیم بکنم میشه 0 دیگه. 0 نه 0 اصلا تقسیم نمیشه. یک بر 12 تقسیم بکنیم. چرا باید تقسیم بکنیم؟ 1 رو بر 12 تقسیم بکنیم چرا؟ باید برعکسش باشه. اگر بزرگتر باید تقسیم بکنیم باید بچه کنیم. قضیه اینه. میشه میشیم 1 بر 12 تقسیم میشه. آی بر A تقسیم میشه. آی کوچیک‌تره. و این وقتی میرسه به خود A فقط برای اون A درست در میاد. چون بقیه دیگه قابل تقسیم نیستن. حالا این چند در میاره نمیدونم. اجرا بکنیم یه برنامه دیگه‌ای بنویسیم ببینیم این چی به دست میاره. ولی اینجا باید A بر آی تقسیم بشه. حالا اجرا کنیم. الان شد 6. 1 2 3 4 6 و 12 6 تاست. اگه بخواید با عددهای دیگه هم تست کنیم 186 گفته بودم 156. میدونید چند تا مقسوم علیه داره؟ این 12 تا گفته. نمیتونیم به راحتی بگیم درسته یا نه. 15 4 تا 3 و 5 درست. خب ما تا اینجا رسوندیم. این انجام شده. حالا یه تابع باید بنویسیم برای اینکه تشخیص بده که عدد اول هست یا نه. مسئله B. قبل از اینکه برم سراغ مسئله B بذارید یه سوال مطرح کنم. همین تابعی که الان نوشتیم پیش تعریفش رو توی کلاس نگاه کنیم. تابع هایی که قبل از این نوشتیم فاکتور، پاور و ابسولوت، اسم پارامترها تو پیش تعریفشون تو بدن کلاس نیست. ولی برای این تابع A رو نوشتن. چرا؟ چه فرقی داره؟ میشه گفت این محاسبه نیست به دست آوردن مثلا داده؟ خب اینطوری بخواد نگاه کنی هر دو تا تابعی با هم فرق می‌کنن. چرا اینجا A رو نوشتم و چرا اونجا ننوشتم؟ مثلا چرا اونجا ننوشتم؟
من نذاشتم، فقط آوردم. یادم نیست. تلویزیون، نه تلویزیون. آره خودی نمیدونم چه سخته پیدا کنم. خب من الان تو کلاسم نمیتونم. آره بنویس. خداحافظ. خب چی شد؟ پیدا کردیم؟ دلیلش رو فهمیدی چیه؟ گفتیم توی پیش تعریف تابع چیزی که مهم مشخص میشه اینه که اسم تابع چیه، نوع تابع چیه و مشخصات پارامترهاش، یعنی چند تا پارامتر داره و نوعشون چیست. با اسم پارامترها تو پیش تعریف هیچ کاری نداره، چون کامپایلر برای اینکه چک کنه که ما موقع فراخوانی درست داریم فراخوانی میکنیم یا نه احتیاجی نداره به اینکه اسم پارامترها رو بدونیم، فقط باید بدونیم نوعشون چیه. به همین دلیل اون سه تا تابع ابسولوت و تابع و فاکتور من اسم پارامترها رو ننوشتم، ولی توی این تابع جدیدی که نوشتیم اسم پارامتر هم نوشتم و خب وقتی نوشتم ارور هم نگرفتی، نگفتی نباید اینجا بنویسی. چرا من نوشتم؟ بر حسب عادت، فقط چون عادت داشتم به این فکر میکردم یه اینتجر A هم به عنوان پارامتر میخوایم و نوشتم و دیگه پاکش نکردم. و چون ممکنه شما بر حسب عادت بنویسید دیگه کامپایلر ارور نمیگیره، ولی خب با این کار نداره، میتونه باشه میتونه نباشه. حالا میخوای بریم سراغ مسئله B، پیدا کردن تشخیص اول بودن یک عدد. و من میام چیکار میکنم؟ همون A رو کپی میکنم به عنوان B. چرا کپی کردم؟ لابد شباهت دارن دیگه اینا. تشخیص اول بودن یک عدد با پیدا کردن تعداد مقسوم علیه های عدد شباهتش چیه؟ پیدا کردن تعداد مقسوم علیه های عدد با تشخیص اول بودن شباهتش میتونه این باشه، بگیم خب تشخیص اول بودن یه بخشی از کارش میشه همون پیدا کردن تعداد مقسوم علیه ها. اما من اینجا میخوام همون تابعی که نوشتم برای تعداد مقسوم علیه ها رو فراخوانی کنم و دیگه دستورات همونو توی این تابع جدید ننویسم. حالا شباهتش چی میتونه باشه؟ اینجا قرار فقط یه شرط بنویسیم، اونجا حلقه داشتیم. چی؟ فقط ایف باید استفاده کنیم. من فقط یه ایف میخوام برای تشخیص اول بودن. میگم اگر تعداد مقسوم علیه که پیدا کردم برابر 2 هست عدد اول، اگر نه. خب من چیکار میکنم؟ بعد اینو کپی کردم. خب معنیش اینه که اینا شبیه هستن. آره شباهتشون
در این حده که یه فرمت کلیشون مثل همه، به خاطر اینکه میخواستن یه بخشی از این نوشته ها رو دوباره تایپ نکنم، کپی پیستش کردم. پارامترش مثل همونه، یه پارامتر اینتجر میخواد، اینم یه پارامتر اینتجر میخواد. اسمشو میذارم درسته، همینجوری نوشته بودم دیگه. اینجا هم حالا نوعش چی؟ آیا نوعشون هم مثل همه؟ این هم باید اینتجر برگردونه. میخواد تشخیص بده که آیا عدد اول هست یا نه. باید بگه آره هست یا بگه نیست. پس باید true و false برگرد. اگر هست بگه true، اگر نه بگه false. پس این میشه از نوع بولیان. اینجا چی باید بگیم؟ بگیم اگر تعداد مقسوم علیه های A برابر بود با 2، اون موقع true برگردون. در غیر این صورت false رو برگردون. تمام. اگر من اون تابع رو داشته باشم برای پیدا کردن تعداد مقسوم علیها، تشخیص اول بودن عدد به همین سادگی با یه شرط انجام میشه. و اگر نداشته باشم باید همون دستورات یکی تابع بنویسم که میان تعداد مقسوم علیها رو پیدا بکنم تا اینکه و البته یه نکته‌ای بگم در مورد سوالات امتحان، شاید البته خودتون متوجه شدید تا الان. من ممکن هست همون چیزهایی که توی کلاس حل میکنم از بین اونها سوال بدم. ممکن هست که از بین تمرین‌هایی که میدم سوال بدم که البته باید یه مقدار جمع جورتر و کوچیکترشون کنم یا بخشی از یکی از تمرین‌ها رو بدم، چون تمرین‌ها خیلی مفصل تره و بزرگتره برنامه‌شون. یا مثلا مشابه اون چیزی که تو کلاس حل کردن یه مقدار تغییر احتیاج داشته باشه. اگر هم غیر از اینها باشه، یعنی چیزی باشه که شما مشابهش رو ندیدید، یا ای که همین که تعداد این سوال کمتر خواهد بود، همین که شما به هر حال خیلی بیگانه هم نخواهید بود باشون. اگر خوب کار کرده باشید حتما میتونید بنویسید. خب مثلا من اینجا 2 تا تابع نوشتم، یکی تعداد مقسوم علیه ها رو پیدا میکنه، یکی هم عدد اول رو تشخیص میده. ولی من یه برنامه ننوشتم برای اینکه یه عدد رو بگیره و تشخیص بده که اول هست یا نه. با توجه به چیزی که الان نوشتم میتونم انتظار داشته باشم شما یه برنامه بنویسید که همین کار رو انجام بده، برای نه اینکه تابع بنویسید براش. ممکنه که سوال مثلا این شکلی اگر بخواد تغییر بکنه به این صورت تغییر بکنه. خب بریم اجرا بکنیم، مقدار بهش بدیم.
ببین با همین 15 چیکار میکنه. این داره ترو فالس برمیگردونه. ما اینجا میتونیم این کار رو بکنیم که بگیم اگر این مقداری که برمیگرده ترو بود در خروجی بنویس yes، در غیر این صورت بنویس no. خب 15 نیست. 7 yes هست. 2 هست. 1 نیست. 11 اوله، درسته؟ بازم عرضه دیگه بدم بهش. خب حالا برمیگردیم دوباره توی همون تابع. در مجموع این دوتا ما میتونیم یه مقدار بهترش بکنیم، همین پیدا کردن تعداد مقسوم علیه ها رو. از اون جهت که خب هر عددی حتما بر خودش و یک بخش پذیره، پس حداقل 2 تا مقسوم علیه داره. پس چرا من باید 1 رو برای هر چک کنم؟ اگر بر خودش بخش اگر بر یک بخش پذیره دیگه اینو از قبل میشمارم دیگه، از 2 شروع میکنم. و خود عدد رو هم همینطور، خودش رو هم لازم نیست بهش چک بکنم چون بر خودش که بخش پذیره. دیگه کار اضافی داریم انجام میدیم، وقت گیر میشه. اینو هم برمی‌داریم که یه خورده برنامه‌مون سریع‌تر باشه. تعداد مقسوم علیه ها رو از اول میذارم 2 و بعد ادامه میدم. خب اینجوری هم مثلا برای 11 میگه که اول هست، برای 12 میگه که اول نیست. به هر حال داره کارشو انجام میده. اما باز بهتر از این هم میشه. ببین از 6 تا 12 غیر از 6 و 12 آیا عددی هست که 12 بر اون بخش پذیر باشه؟ نیست. برای همه عدد دیگه هم همینطوریه. از A دوم به بعد تا خود A هیچ عددی نمیتونیم پیدا کنیم که مقسوم علیه A باشه. البته این از نظر ریاضی اثبات میشه، ولی ما با اثباتش کار نداریم چون میتونیم همچین چیزی هست. پس میگیم این تا A دوم بره جلو. البته اینجا مساوی هم میذاریم. و برای این که مجبور نباشیم هر مرحله A دوم تقسیم A بر 2 رو تکرار بکنیم توی این حلقه، چون برای این هم وقت گیر میشه، میایم یه دونه J تعریف میکنیم، اینو برابر با A دوم میکنیم و اینجا میگیم که تا J برو جلو. اگه بخوام باز سرعتش هم بیشتر بکنم که اینجا بگم آقا اصلا اینم مساویم، بردارم بگم کوچکتر و برای این خود A دوم هم حساب بکنه، اینجا یه به اضافه 1 میذارم که یه مقدار سرعتش رو بهتر کنه. ولی آره اینجوری الان جواب میده و کار میکنه. استوسه اوله هست.
31 هست. 17 میدونم که هست. 32 نیست. این داره برای این هم درست کار میکنه. باز یه نگاه بندازید برای یک سری یه اشکال منطقی اینجا وجود داره. این اشکال منطقی هم خیلی خیلی کوچیکه، ریزه. اشکال منطقی آنالیزی ما با چندین مقدار مختلف تست کردیم، جواب گرفتیم. برای یه سری از عددها درست کار نمی‌کنه. من از اولش میگم تعداد مقسوم علیه های هر عددی رو 2 تا در نظر میگیرم. میگم حداقل 2 تا مقسوم علیه هر عددی دارد. درسته؟ چی؟ چیو؟ یک دو تا نداره. آره. آره. یک فقط یه دونه مقسوم علیه داره. عدد اول هم نیست و من اینجا تعداد مقسوم علیه هاش رو 2 تا به دست میارم. اشکال اینجاست. برای یک درست کار نمیکنه. چیکار باید بکنیم پس؟ میتونیم بگیم همین یه دونه که استثناء هست ما یه شرط بذاریم بگیم اگر 1 بود A برابر 1 بود 1 رو برگردون، در غیر این صورت بیا اینجوری بشمار. و میتونیم یه کار دیگه ای هم انجام بدیم، بگیم مثلا خب اصلا هر عددی که یه دونه مقسوم علیه که داره خودش، پس دیگه اینجا 1 رو چک میکنم. مشکلی پیش میاد؟ میگم فرضاً من اینه که A بر خودش که بخش پذیره، پس من در N یه دونه میذارم، چون از اون طرفم تا A دوم میرم جلو، تا خود A نمیرم. این از قبل توی N شمردم. بعد میام اینجا چیکار میکنم؟ میگم که I برابر است با 1 عدد 1 رو چک کن. اگر 1 جزو مقسوم علیه ها هست یه دونه به N اضافه کن. اگه A 1 باشه چه اتفاقی میفته؟ چی رو حساب میکنه؟ این دوم برای 1 شده. درست کار میکنه به نظرتون؟ نه میگید آره، نه میگید نه، اصلا نمیدونید چی شده. تریس کنیم. فکر میکنم یه خورده احتیاج هست که تریس کنیم. A داریم، I داریم و N. یه چیز دیگه هم داریم اینجا، J, I و N. اگه A من برابر با 1 باشه، من رو 1 مسئله دارم دیگه، من میام میگم که خب I برابر است J برابر با A تقسیم بر 2 به اضافه 1 چند میشه؟ 1 دوم به اضافه 1. خب صورت اعشاری باید بگیم دیگه. این میشه نیم به اضافه 1 میشه 1 و
نیم. خب تو جی چی میمونه؟ 1 میمونه، چون جی اینتجره، فقط 1 رو نگه میداره توش. بعد میام اینجا میگم n من برابر با 1 باشه، همش 1 شون. آی برابر با 1. حالا آیا آی از جی کوچکتر هست؟ نه، آی از جی کوچکتر نیست، پس این شرط رو چک نمیکنه، از حلقه میاد بیرون. از همون اول شرط حلقه برقرار نیست که بخواد ادامه بده توش بره اصلا. پس چیکار میکنه؟ شاید به نظر برسه در نگاه اول که این 1 بار 1 رو اینجا خود A رو اینجا شمرده و بعد میاد تو شرطش هم دوباره از 1 چون داره شروع میکنه آی برابر 1، این هم باز اینجا چک میکنه و بخش پذیر هست و یه بار دیگه هم اینجا میشمارتش، در حالی که اصلا وارد حلقه نمیشه، به خاطر اینکه ما اینجا نوشتیم J برابر تا A دوم بره جلو، نه بیشتر از اون. پس این برای 1 هم باید تعداد مقسوم علیه ها رو 1 به دست بیاره. حالا اجرا من 32 گفتم، برای 1 نه، جوابش درسته. خب این شد تا کجای مسئله اصلیمون؟ A و B رو نوشتیم، تشخیص اول بودن رو انجام دادیم و اینجا هم مقسوم علیه های عدد هم که به دست آوردیم. حالا اینی که داریم میخوایم اعداد اول از 1 تا n رو نمایش بدیم. یه برنامه میخوایم بنویسیم که این کار رو انجام بده. برنامه‌مون اینجوری تغییر میدیم که اعداد از 1 تا n رو تولید کنیم و بعد تشخیص بدیم که اول هست یا نه. قبل از اون باید n رو از کاربر دریافت بکنیم. نظرتون چیه که این برنامه رو تموم کنم؟ وسط برنامه که نمیشه، در یکی تمامش بکنیم بینش. و مسئله بعدی چی؟ اینجا من n رو باید از کاربر بگیرم، بعد یه حلقه بذارم از 1 تا n، بعد بگم اگر آی اول بود در خروجی آی رو نمایش بده. بکسلش تی، فکر کنم یه فاصله هم بذارم چون اونجا بهتر نشون بده. حالا اجرا بهش 100 بدم، اینا میشن عددهای اول از 1 تا 100. اگر 2000 بدم، این میشن عدد اول از 1 تا 2000. و هر عددی بهش بدم پیداش میکنه. دقیقاً ساعت 4:30. 10 دقیقه استراحت کنید و برگردید.
یا مثلا ویندوز این چیزایی باید داشته باشه. خب بریم سراغ ادامه A و B. مسئله C برای امروز. سینوس X رو میخوایم به دست بیاریم بر اساس این دنباله X منهای X به توان 3 تقسیم بر 3 فاکتوریال به اضافه X 5 بر 5 فاکتوریال منهای X 7 بر 7 فاکتوریال و این همینطور میتونه بره جلو به اضافه X 9 بر 9 فاکتوریال منهای X 11 تقسیم بر 11 فاکتوریال. مثلا این حل بکنیم بعد بریم دو تا مسئله دیگر رو بگیم. چطوری میتونیم اینو محاسبه کنیم؟ این تا بی نهایت داره میره بر اساس محاسبات عددی. این تا بی نهایت اگر بره فاکتوریال سینوس رو دقیق به دست میاره و خب ما تا بی نهایت که نمیتونیم اینو محاسبه کنیم. پس چی میشه؟ در واقع اینطور میشه که ما تقریب داریم میزنیم سینوس رو با استفاده از این. حالا کار به این نداریم که چقدر دقیق هست و چقدر نیست و اینها. میخوایم برنامه‌ای بنویسیم این محاسبه رو انجام بده، این دنباله رو به دست بیاره. از نظر ریاضی ما میتونیم اینو به صورت سیگما بنویسیم، مساویه با سیگمای یه جمله عمومی براش میتونیم در نظر بگیریم. این اولی میتونیم بگیم x به توان 1 تقسیم بر 1 فاکتوریال. پس به طور کلی میتونم بگم x به توان i تقسیم بر i فاکتوریال میشه جمله عمومیش. میشه اینطور گفت. آره، ولی خب اگه من بگم آی من از 1 هست تا n، برای یه حد بالایی برش در نظر بگیرم n، اون موقع خب اینجا آی 2 و 4 و 8 و عدد زوج هم میشه، در حالی که اینجا من فقط میدونم عددهای فرد دارم. چه کار میتونم بکنم؟ به جای آی بنویسم 2 آی منهای 1. x به توان 2 آی منهای 1 تقسیم بر 2 آی منهای 1 فاکتوریال. حله؟ یه نگاه دیگه بندازید. حل نیست. بفهم. این دقیقا همون نمیشه، به خاطر بله مثبت منفی ها. اون 1 در میان مثبت منفیه. چطوری میشه اون رو تولید کرد؟ منفی 1
اگه به توان عدد زوج برسه میشه مثبت، اگه به توان عدد فرد برسه میشه منفی. اگه من اینو کلا در -1 به توان درستی برسونم مشکل رو حل میکنه. اون توانش چی باید باشه؟ وقتی آی برابر با 1 هست باید بشه مثبت، وقتی آی برابر با 2 هست باید بشه منفی، آی برابر 3 هست باید بشه مثبت، آی برابر 4 باید بشه منفی. پس برای جملات زوج باید وقتی آی زوج هست باید منفی بشه، وقتی آی فرد هست باید مثبت بشه. پس من میتونم بگم -1 به توان آی به علاوه 1. وقتی آی فرد هست باید -1 رو به توان زوج برسونم، آی به علاوه 1 زوج رو. وقتی آی زوج هست باید -1 رو به توان فرد برسونم. وقتی آی زوج باشه آی به علاوه 1 میشه فرد. پس این الان میشه همونی که اونجا دیدیم. من میتونم یه حلقه بنویسم برای اینکه تا بی نهایت نمیریم، تا یه انی میریم دیگه، ان تا مرحله میریم جلو. یه حلقه می‌نویسم آی از 1 تا n یکی یکی هم زیادش میکنم. بعدش میام چیکار میکنم؟ میگم که خب یه اسی دارم چون مجموع رو دارم حساب میکنم، اس من برابر 0 باشه، بعد بگم اینجا هر دفعه به این اس این مقدار رو اضافه کن. چون تقسیم دارم بنابراین یه فلوت میتونم بذارم که این تقسیم رو مقدارش اعشاری کنه. چون دو تا تابع پاور و فاکتور که نوشتم جوابشون اینتجره، میتونم فلوت یا دابل استفاده کنم اینجا رو. و در صورت دارم توان دارم تابع پاور رو فراخوانی میکنم برای اینکه x رو به توان 2i منهای 1 برسونه و در مخرج چی دارم؟ فاکتوریل دارم که 2i هست منهای 1. کل این تو پرانتز ضرب داره پاور منفی 1 به توان آی به علاوه 1. این میتونه جواب باشه، یعنی توی یه تابع بذارم دو طرفش ببندم متغیرش تعریف بکنم و اس رو ریترن میکنم به عنوان جواب. پارامتر ورودیش هم میتونه n باشه که بگیم ما هرچی n بزرگتر شد این حتما تعداد جمله بیشتری در نظر میگیره و دقیق تر میشه. نه، پارامتر ورودیش باید x باشه. n میتونم هر عددی که دوست دارم بذارم، مثلا 10 بذارم، 20 بذارم، چون ها سینوس x رو به دست بیاریم. حتی نکته که هست این که x بر حسب رادیانه. این فرمول رو اینجوری نوشتن xش باید بر حسب رادیان باشه نه درجه. خب این همینو میتونم ببرم توی تابع، اما من میخوام که اینو یه خورده بهترش کنم. ببین 2 ضرب در آی منهای 1 دو جا نوشته شده و من اینو باید توی حلقم 2 مرتبه محاسبه کنم. میتونم یه متغیری بگیرم 2 ضرب در آی به علاوه 1 و به جای این بنویسم j، به جای اینم بنویسم j.
برای اینکه 2 مرتبه این ضرب و تفریق اینا رو انجام ندم، یه بار انجام بدم تو حلقه. و خب مسئله اینه که من که میخوام اینو محاسبه بکنم توی حلقه، به هر حال این یک کاریه که مجبورم انجام بدم، برای اینکه اون عددهای فرد رو به دست بیارم دیگه. فقط باید مقادیر فرد داشته باشیم، 1 و 3 و 5 و 7 و اینها. نمیشه ما فقط با مقادیر فرد کار کنیم. ما به راحتی میتونیم حلقه‌مون رو یه جوری بنویسیم که آی فقط مقدار فرد داشته باشه. به راحتی میشه این کار رو انجام داد و تعداد تکرار حلقه‌مون نصف میشه، چون فقط عدد فرد رو تولید میکنه. چی؟ نه، شما خود حلقه اصلا به جای اینکه یکی یکی بره جلو، 2 تا میره جلو. اگه 2 تا برم جلو دیگه اون اصلا عدد زوج نمیاد تو آی که بعدن چک بکنی که آیا زوج هست یا فرد. حتی یه راه حل اینم میتونه همونم باشه، بخوای اون کارم انجام بدی، به جای اینکه اینجا محاسبه بکنی جی رو که عدد فرد تولید کنی، میتونید ایف بذارید. ولی مطمئنا این محاسبه جی بهتر از اون ایفه، چون محاسبه سریعتر از شرط اجرا میشه. خب ما اینجا به جای این باید فرمولمون رو یه جوری بنویسیم که بشه x به توان i تقسیم بر i فاکتوریل و i فقط عددهای 1 و 3 و 5 و 7 و الی آخر و عددهای فرد داشته باشم. من میتونم اینجوری بنویسم، ولی خب بعداً منفی و مثبتش رو چیکار کنم؟ اینجاش باید بهش فکر کنیم. میشه این کار انجام داد که ما بگیم که 2 تا راه بازم اینجا دارم، من یه حلقه بذارم و جی رو از 1 شروع کنم و آی رو از 1 شروع کنم آی رو یکی یکی زیاد میکنم، نه آی رو 2 تا زیاد میکنم جی رو یکی یکی زیاد میکنم و آی رو 2 تا زیاد میکنم. از آی استفاده میکنم برای اینجا، از جی استفاده میکنم برای اینجا. این ضرب در منفی به توان جی به علاوه 1. اینجا میتونم بگم که آی اینطوری هست، جی هم از 1 هست تا n. آی منم از 1 هست، فقط 2 تا زیاد میشه، عددهای فرد فقط. خب این میشه اینطوری نوشت. بعد توی این فرمول چیکار میکنم؟ میگم که s به اضافه مساوی پاور x و i، x به توان i تقسیم بر فاکتوریل i و این کستینگش هم باید بذارم فلوت پشتشو. این ضرب در چی؟ منفی 1 به توان جی به علاوه 1. میشه این کار رو انجام داد که محاسباتش کمتر میشه، یه مقدار سبکتر میشه. لازم نیست که توی حلقه ضرب انجام بده، یعنی اون 2 ضرب در آی به علاوه 1 رو دیگه نداره. این البته جای بحث داره که کدوم یکی از اینها سریع ترند.
اگه بخوایم تعداد n جمله رو در نظر بگیریم، اینجا 2n جمله از این سری رو داره محاسبه میکنه. چرا؟ چون فقط رو عددهای فرده و J داره تعداد عددهای فرد رو میشماره، 2 برابر یکی داره کار میکنه. یعنی اینجوری بگم، یعنی این نیست. این اگه n جمله رو داره با هم جمع میکنه از این سری، این بالایی که نوشتم داره n دوم جمله رو با هم جمع میکنه، چون فقط اونایی که فرد هستن، آیه هایی که فرد هستن رو داره برش محاسبه رو انجام میده. پس این پایینیه داره تعداد جملات بیشتری از این سری رو محاسبهش استفاده میکنه. خب این مسلما پایینیه بهتر میشه، اما باز بهتر از این هم میتونیم بنویسیم. اون چیزی که میخوام بنویسم غیر از این دوتاست. مطمئنا یه حلقه توش خواهیم داشت. به جمله عمومیمونم به همین صورتی که اینجا میبینیم. ما بریم توی کدمون و ما میخوایم یه سینوس بنویسیم. سینوس x رو میخوایم به دست بیاریم. یه حلقه میخوایم، یه اسی داریم که مساوی 0 میگیریم و این هم حتما اس فلوته. یه آی داریم اینتجره، اس جواب نهاییمون خواهد بود. توی حلقمون به اس اینو اضافه میکنیم. آی رو از 1 شروع میکنیم و تا برسیم به n. n مون رو میگیریم مثلا 20 و هر دفعه آی رو من 2 تا اضافه میکنم برای که فقط عددهای فرد باشه. خب یه کسر داریم که میخوایم حتما مقدارش اعشاری بشه. در صورت کسرمون x به توان آی داریم اینجا و در مخرج آی فاکتوریال داریم. پس x به توان آی پاور رو فراخوانی میکنیم که x رو به توان آی برسونه. تقسیم بر مخرجم فاکتوریال آی هست. آی هم همون عددهای زوج و فرد، همون عددهای فردی که داریم تولید میکنیم. حالا برای اون منفی و مثبت من میتونم یه جی داشته باشم مثل همین که از 1 شروع کنم، یکی یکی زیادش کنم، و یا میتونم اصلا یه کار دیگه ای بکنم. من برای منفی و مثبت بودن این کار میکنم. میگم اما اول کار، اولین جمله که مثبته، جمله دوم که من دارم جمع میکنم نباید جمع کنم، بلکه باید چیکار کنم؟ منها کنم، باید منفیش کنم.
اگه بخوام منفیش بکنم باید در -1 ضربش کنم. جمله سوم در چی باید ضرب بشه؟ جمله سوم مثل جمله اولیه مثبته. یا نباید در چیزی ضرب کنیم، یا اگه داریم ضرب میکنیم در چی میتونیم ضرب کنیم که اثری نداشته باشه رو علامتش؟ مثبت 1. بعدی در -1 ضرب میشه، بعدی در مثبت 1، بعد دوباره -1 مثبت 1 منفی. پس من باید یک درمیان در یه عددی ضربش بکنم که یه بار اون عدد -1 باشه، دفعه بعد مثبت 1. من میام یه جی میگیرم. اصلا کلا میتونم اینو کل این مجموعه رو در یه جی ضرب کنم. خب و جی من در ابتدای کار، یعنی که یه اینتجره، در همون ابتدای کار جی برابر با 1. بعدش چی میشه؟ باید یه کارش بکنم که جی یه بار مثبت با این که 1 هست تو جمله دوم بشه -1. خب میشه در -1 ضربش کرد که بشه -1. جی برابر با مثبت 1 هست. اگر من جی رو در -1 ضرب بکنم میشه -1. دفعه بعدش باید بشه مثبت 1. در -1 ضربش کنم میشه مثبت 1. پس با همین کار میتونم یک درمیان جی رو منفی و مثبتش کنم و اینطوری اون منفی مثبت شدن رو میتونم 4-5 روش مختلفاً فکر کنم. الان 3 تا روش گفتم همینو. برای همین یک درمیان منفی مثبت شدن 4-5 روش مختلف میشه انجام داد که بهترینش همینه، چون هم محاسبه کمتری داره، بار محاسباتی کمتری داره و هم شرط و شروط و دستورات کمتر و سبکتری نوشته میشه. این برای سینوس. البته میخواد برنامه‌اش هم میتونیم بنویسیم اینجا توی برنامه فراخوانیش بکنیم. سینوس این باید به رادیان بدیم. باید بگیم مثلا 0 درجه چند میشه؟ این مال قبلیه باید کامنت میکردم که 0، ولی برای این تیکه رو کامنتش میکنم. این میشه سینوس 0 درجه 0 سینوس پی 3/14. اونم تقریبا باید 0 در بیاره. البته عدد پی دقیقا 3/14 نیست، این خودش یه تقریبه از پیه. اون طرف هم ما خودمون هم فرمولی که نوشتیم داریم تقریب میزنیم، تقریب در تقریب دیگه خیلی. و از طرف دیگر این فاکتوریال هم که به دست میاریم و پاور اینو دقیق به دست میارن، ولی اگه بخوایم مثلا عدد بزرگتری هم براش بدیم. یه نکته دیگه هم هست، من پاوری که دارم برای عددهای صحیحه. پاوری که اینجا نوشتم برای عددهای صحیحه و اینم یه مقدار کار خراب میکنه. کجاست؟ اینجا. یعنی میتونم اینو به صورت فلوت یا دابل بنویسم. اینم نوعش رو میتونم عوض بکنم، چون دارم بهش ایکسی که دارم بهش میدم اعشاریه دیگه. پس این پاورم عوض میکنم
اینو میذاریم دابل، اینجا هم میذاریم دابل، این نتیجهش هم باید به صورت دابل بگیرم. فکر نمی کنم دیگه جای دیگه ای تغییر لازم داشته باشه. حالا اگر اجرا بکنیم آره بهتر شد، به صفر نزدیکتر شد. حالا این که این خیلی دقیق به دست نمیاره، یه دلیلش اینه که اصلا این عدد پی که اینجا نوشتیم دقیق نیست، این خیلی تقریب ضعیفیه و از طرفی تو خود همین تابعی که نوشتیم هم یه نکته‌ای که هست اینه که ما اینجا تا 20 تا رفتیم. تا فاکتوریالی که نوشتیم هم یه محدودیتی داره به خاطر نوع داده لانگش. باز اونم میشه تبدیلش کرد به دابل، این تعداد 20 به جای 20 عدد بزرگتری هم بهش بریم. اون بیشتر کار داره چون با خود فاکتوریال هم چک بکنیم ببینیم که تا چه اندازه‌ای میشه بهش اعتماد کرد. و میدونم که این تا 25 تا رو فاکتوریال درست به دست می آورد و اینجوری باید این حالا تا این اندازه میتونه دقیق باشه، تا 25 تا جو، نه بیشتر. بیشتر اگه بهش بدم اشتباه میشه جوابش، ولی ارور نمیگیره. حالا همین قدرش هم به هر حال قابل قبول میتونه باشه. اگه من پی دوم بهش بدم باید یه چیزی نزدیک 1 به من بده، دقیقاً 1 بود. خوب بود دیگه. بقیه رو باید حساب بکنیم ببینیم چنده. این برای سینوس. مسئله بعدی که داریم کوسینوسه و کوسینوس سی. مسئله دی میگه کوسینوس رو به این صورت به دست بیاریم، تابعی به کلاس اضافه بکنیم که کوسینوس رو اینطوری به دست بیاره. 1 منهای x2 به روی 2 فاکتوریال به اضافه x 4 به روی 4 فاکتوریال منهای x 6 به روی 6 فاکتوریال. این هم همینطوری میره تا آخر. خب بین این مسئله و مسئله قبلیمون شباهت هست. x به توان i تقسیم بر i فاکتوریال تو هر دو تاشون داریم. فقط البته 1 در میان اینجا تو سینوس منفی مثبته، توی کوسینوس هم 1 در میان منفی مثبته. فقط فرقشون اینه که سینوس عددهای فرد رو داشت، کوسینوس عددهای زوج. اگه جمله اولی رو بگیم x به توان 0 تقسیم بر 0 فاکتوریاله، 0 فاکتوریال میشه 1، x به توان 0 میشه 1، میشه 1 یکم. خب این پس من میتونم همون حلقه رو بنویسم، آیا به جای از 1 از 0 شروع کنم، 2 تا هم زیاد میشه، فقط عددهای زوج به دست میاد. 1 در میانم منفی مثبت، اولین جمله مثبت بعدش منفیه، بعد باز اینا هم مثل همون سینوسه. پس من میتونم همونو کپی پیست کنم برای کوسینوس استفاده کنم.
ببین چقدر ساده، این فقط بشه 0 تمام. دیگه تغییری لازم نداره. حالا اینجا کوسینوس پی دوم 0 داره، این تقریبی داره به دست میاره. کوسینوس پی -1 کوسینوس 0 1. این ستاره حفظ داره. خب بقیه باید حساب بکنیم دیگه رادیکال دو دوم و رادیکال سه دوم اینا رو باید حساب بکنیم چقدر. و مسئله بعدی ای به توان x exponential function. این رابطهش اینطوریه: 1 به اضافه x به اضافه x2 به روی 2 فاکتوریل به اضافه x3 به روی 3 فاکتوریل الاخر x4 به روی 4 فاکتوریل x5 به روی 5 فاکتوریل. اینا مثل همون یه مجموعی هست که در صورت x به توان i داریم مخرج i فاکتوریل. یعنی این من میتونم اینطوری بنویسم، این جمله این میتونم بگم x به توان 1 تقسیم بر 1 فاکتوریله، اینم که x به توان 0 روی 0 فاکتوریل. پس من میتونم اینو ای به توان x رو بگم که سیگمای i از 1 تا n، البته تا n دیگه چون این تا بی نهایته، میتونم این شکلی هم بنویسم. تو برنامه‌ام تا n در نظر میگیرم. i از 1 x به توان i تقسیم بر i فاکتوریل. یک در میان منفی مثبت هم نیست، نسبت به سینوس و کوسینوس ساده تره و عددی فرد هم نمیخواد، همین عددا، پس نسبت به سینوس و کوسینوس باز ساده تر هم میشه نسبت. من میتونم همونو استفاده کنم، اون بخشی که عدد فرد رو تولید میکرد رو بردارم، اون بخشی که مربوط به تولید منفی مثبت بود اونم بردارم، از همون میتونم اینو به دست بیارم. این باز اینم کپی میکنم از همون قبلیه. خدا بیامرزم با اون کسی که کپی پیست رو اختراع کرد. من خب یه جی دارم که برای عدده برای منفی مثبت استفاده میکنم، پس اینو از اینجا برمیدارم، اینم برمیدارم. عددام دیگه فرد اینکه باید یکی یکی اضافه شد، نه عددهای زوج نمیخوام، عدد فرد رو هم فقط عدد فرد رو نمیخوام، همه رو میخوام. از صفرم باید شروع کنم. آره اینجا رو اشتباه نوشتم، این از صفر، جی از صفر تا بی نهایت، چون اولی صفر دیگه. اوکی؟ دیگه با این
کلاس کار نداریم فعلا، شاید بعداً برگردیم و یک تغییری بدیم. توی وعده دادیم دیگه یه آرایه رو بخوایم کار بکنیم، بعد برگردیم که بخوایم یکی از این تابلوها رو در مقسوم علیه های عدد و استفاده از آرایه پیدا بکنیم. تعدادشون خود مقسوم علیه های پیدا کنیم. تمرین هم میتونم بدم البته روی این، احتمالاً این کار رو بکنم، یه سری تمرین هایی بدم مثل همین تابع هایی که الان اضافه کردیم، بگم که اینها رو به این کلاس اضافه کنید. آره حتما حداقل یه دونه تمرین برای این میشه نوشت. چند دقیقه که داریم این مقدمه بگم در مورد آرایه که هفته بعد البته برنامه‌شو بنویسیم اگه موافق باشید. همون هفته بعد آرایه رو یهو شروع کنیم از اول. چند جلسه دیگه داریم؟ میشه 3 تا، درسته؟ آرایه رو باید بگیم، هفته بعد آرایه رو باید بگیم، بعدش تمپلیت رو بگیم که تو هم آرایه استفاده میشه، برای مثال خوب میشه نوشت براش. و تمام میشه. البته وراثت هم هست. میشه گفت. خسته نباشید.